به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. خرمالوها را به گنجشک‌ها بفروش. نویسنده آقای دکتر محمد حنیف هستند و انتشارات کتاب جمع‌کران در تابستان 1404 این کتاب رو به چاپ 4 رسونده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو بدون هیچ حرف اضافه‌ای ورق بزنیم. فصل اول، یغما. به قول داییسا آدم از یک جایی بد می آورد. بدشانسی پشت بدشانسی. این زنجیره ادامه پیدا می کند تا وقتی در کلاف سردرگم زندگی اسیر شود و نتواند راه را از چاه تشخیص بدهد. به این نقطه می گویند استیصال. نقطه استیصال من وقتی بود که با جناقم در آپارتمانش را باز کرد و دست راستش را به طرف راهرو چرخاند و گفت: هری. باورم نمیشد دوستی من و او اینطور به پایان برسد. لحظه دوستانه اولین روز آشناییمان را به یاد آوردم. حیرانی؟ ویرانی؟ توی بوارده آبودانی؟ کجایی داداشی؟ قبل از رفتن فقط توانستم نیشخند بزنم و زمزمه کنم داداشی. معلوم بود منظورم را خوب گرفته که جواب داد داداشی؟ انچوچک ارواح عمه تو رو آدم حساب نمی کنن. می دانستم راه برگشت ندارم، اما آخرین نگاه را به چشمانش انداختم. شاید نفهمید که با نگاه هم دارم التماس می کنم یا ناخواسته تهدید هم با التماس آمیخته شده بود که ادامه داد: اهلیت داشتی چرا؟ اما نداشتی. از اولش اما نه اهلیت نه مرام. موسموستم فقط واسه مایتیله بود. از وقتی در آپارتمان پشت سرم بسته شد تا وقتی 8 طبقه را پیاده گز کردم پایین، توی ذهن پرآشوبم دنبال نقطه آغاز واماندگیم بودم. قبل از آن که در چوبی شکلاتی رنگ مشمع را باز کنم و پایم را بیرون بگذارم، برگشتم تا به تابلوی تزیینی بالای سر نگهبان مجتمع نگاه کنم که در آسانسور باز شد و 2 دختر جوان خنده کنان بیرون آمدند. یکی از دخترها را می شناختم. خوب هم کتابش را تا آخر ورق زده بودم. با دوست جوانترش گرم صحبت بود. از کنارم که گذشتن بوی تند و آشنای ادکلون خاطر انگیزشان یک لحظه از پریشانی بیرونم آورد و روانه‌ام کرد سمت تابلوی بزرگی که شیر نری را در حال شکار آهویی نشان میداد. صحنه شکار شیر بردم به اولین روزی که همراه با جناقم وارد این مکان خلوت شده بودم. نگهبان سرمه پوش هنوز جلویمان خم بود که چشمم به تابلو افتاد. نگهبان اسکناس را که گرفت سر بالا کرد و لبهای گوشتیش جنبید. به قول ارباب دنیا جنگله، نخوری میخورنه. با جناقم که آن روز فهمیدم دور از چشم پدرزنمان در جاهای خصوصی و دنجی مثل آپارتمان پلاک سی برای خودش اربابی میکند، دست سفید پرگوشتش را جلوی چشمهایم بالا و پایین برد و گفت: داداشی، دردت بخوره به جون هرچی لاشی. داری ثابت میکنی که نمیخوای آهو باشی. بیا تا تو رو با یکی از شکارگاهام بدم آشتی. و نگاهش روی تابلوی بالای دیوار ماند. لبهای گوشتالود چربش دوباره لرزید. بیا ببین چی واسط ریختم. متاع و لعبت و حمل و محل از من، دل تپنده و لبهای تشنه هم از تو. البته گفته باشم من یکی اهل دود نیستم، با بقیهش حال میکنم. پایه‌ای بزن قدش. داداشی؟ منظورش این بود که دارد با من دست برادری میدهد. آن روز خودم را شکارچی میدیدم، اما امروز دارم میفهمم که من هم یکی از شکارهای با جناقم بودم. شکاری که با پاهای خودش به شکارگاه میرفت. روز اول فاتحانه تابلو را نگاه کردم با حس درندگی شیر نر و روز آخر داشتم از درد فرو رفتن دندانهای نیش شیر نر توی گردن خمیده‌ام به خود میپیچیدم. در را که پشت سرم بستم گوشم پر از صدای مردم شد. بوی تند اسپن از سوراخ‌های بینیم راه گرفت و ذهنم را از سیاهی تصاویر پشت آن دیوار کند و به روشنایی خیابان دوخت.
به ریسه روشنی که لابلای شاخه‌های پربرگ درخت‌های حاشیه پیاده‌رو پیچ خورده و تاریکی اول شب را رنگ زده بود. از لابلای اتومبیل‌هایی که طول خیابان پهن را طی می‌کردند گذشتم و رفتم پیاده‌روی آن طرف و بعد برگشتم و به پنجره بزرگ آپارتمان باجناقم در طبقه 8 برج سفید نگاه کردم. به آپارتمان پلاک سی پرده ضخیم زرشکی رنگ افتاده بود. خیلی دلم می‌خواست در همان لحظه صدای باجناقم را می‌شنیدم یا می‌توانستم افکارش را بخوانم. از خودم پرسیدم آیا آپارتمان پلاک سی بدبختم کرد؟ و فکرم پر کشید به راه درازی که برای رسیدن به آن مکان خلوت پیموده بودم. به ارجمندیان بزرگ، مریم، دایی، همینطور به عقب برمیگشتم که ذهنم روی صورت ریحانه مکث کرد. هرچه زور زدم نتوانستم عقب‌تر بروم. با یادآوری روزهایی که در کنار ریحانه گذرانده بودم پر از نفرت و عشق شدم. ضربان قلبم تندتر شد، آنقدر تند که می‌ترسیدم همان لحظه قلبم از سینه‌ام بیرون بزند. آدم‌ها به شکل خطایی مورب ایستادن آمده بودند، اشیا جان گرفته و حرکت می‌کردند. دنیا دور سرم به دوران افتاده بود. بی اختیار کنار پیاده‌رو نشستم. چشمهایم را بستم و کوشیدم به چیزی غیر از ریحانه فکر کنم. نتوانستم. چشمهایم را باز کردم و هوای گرم و سنگین را به ریه‌هایم کشیدم. همانطور که روی موزاییک‌های گرم پیاده‌رو نشسته بودم به آبرهایی نگاه کردم که همه با صورت‌هایی شبیه ریحانه در رفت و آمد بودند. پلک زدم و دوباره نگاه کردم. قیافه‌ها برگشته بودند. وقتی از جایم بلند شدم در خلا بودم. حالتی شبیه حرکت آونگ در فضای خارج از جو. چطور از اون خوشبختی به این بدبختی رسیدم؟ هنوز دنبال اولین اشتباه بودم. بار دیگر بوی اسفند راه گرفت و آمد از منخرین بینه‌ام گذشت و رفت در لایه‌های مغزم جا خوش کرد. بوی اسفند کشاندم به خاطره مادر، به وقتهایی که از خانه بیرون می‌زدم و باید مناسک چرخاندن اسفند دور سر و زمزمه‌های رازگونه مادر و فوت کردن هوا در فضای کوچه را تحمل می‌کردم و برمیگشتم و نگاه چشم‌های نگران مادر را می‌دیدم. لعنت به این بو که همیشه بوی فقر میده. بی اختیار کشیده شدم طرف مغازه‌داری که شربت زعفران و شیرینی خشک به آبران تعارف می‌کرد. نفسی عمیق کشیدم تا بوی شیرینی تازه جلوی بوی اسفند را بگیرد. به چهره خندان جوان مغازه‌دار که به گرفتن لیوان شربت دعوتم می‌کرد نگاه سردی انداختم. نمی‌توانستم لبخند بزنم. جلوتر هم نمی‌توانستم بروم. هنوز لیوان شربت توی دستش بود و نگاهش توی چشم‌های من داشت دودم می‌زد. دستم لرزید، پاهایم نیز. مانده بودم میان رفتن و ماندن، گرفتن لیوان شربت یا ادامه کوبیدن میخ نگاهم به چشم‌های مرد جوان که لب‌هایش به هم خورد. بفرمایید آقا، توی این هوای گرم میچسبه. دست آبری ویلچرنشین دراز شد و به جای من لیوان شربت را گرفت و گفت این جوان میل ندارن. یه امروزی رو اخم نکنیم. چشمم دوید دنبال چهره آشنای مردی که روی ویلچر نشسته بود و داشت لیوان پلاستیکی پر از شربت زعفران را می‌برد به سوی لب‌هایش. چهره تکیده و موهای جوگندمی سر و ریش انبوه و از همه آشناتر چشم‌های خسته و سیاهش بود. واقعا نمی‌شناسی؟ نگاهش مثل درفش داشت توی چشم‌هایم فرو می‌ریخت. ریحان آنجا بود. می‌پرسید پسرعمه میدونی این چشات چی میگن؟ دارن فریاد میکشن. حیف است که ارباب وفا را نشناسی. ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. حس میکردم صاحب آن چشمای سیاه و خسته با سرنوشتم، گذشتم، زندگی 20 و چند ساله پشت سرم ارتباطی عمیق دارد. با این حال طاقت بیشتر دیدنش را نداشتم. خودم را کشتم تا توانستم وجودم را از زیر مغناطیس نگاهش بیرون بکشم. خواستم رد شوم که با صدایش سر جایم میخکوب شدم. چته جوان؟ خدا که باهات قهر نکرده. منگتر از آن بودم که بتوانم جوابش را بدهم. رویم را برگرداندم سمت اتومبیل هایی که چراغ‌هایشان را روشن کرده بودند و تکه های دستمال کاغذی نوک برف پاک‌کن‌هایشان آویزون بود. پسرکی لیوان شربتی را از دست مغازه‌دار جوان گرفت و به رقص برف پاک‌کن‌ها خندید. بوق همصدای ماشین‌ها بلند شد.
پسرک لیوان شربت را سر کشید، دستش را داد دست مادرش و چراغ‌های رنگارنگ را نگاه کرد. یکی از چراغ‌های جلوی مغازه میچرخید و با چرخیدنش رنگدانه‌های نور را به اطرافش پخش میکرد. پسرک خندید. یکی از دستهایش را بالا برد و انگشت‌های کوچکش را به دنبال رنگدانه‌های نور چرخان در فضای بالای سرش باز و بسته کرد. مثل این بود که رنگ‌ها را بعد از پرتاب شدنشان در هوا می‌گیرد. صدای خنده‌اش ناراحتم کرد، طوری که دیگر نتوانستم آنجا بمانم. هیچ کدام از آن صحنه‌ها نتوانسته بودند لبخندی روی لبانم بنشانند یا جرقه‌ای از امید و شادی در دلم روشن کنند. اثری از آن احساس خوش گذشته در وجودم نبود. گویی آدم دیگری شده بودم. این را از کسی شنیده بودم. از چه کسی؟ از مرد افلیج و ژولیده‌ای که قبل از ورودم به آپارتمان پلاکسی دیده بودم. مردی که قبل از آن که ویلچرش را داخل آرایشگاه براند توجهم را به خودش جلب کرده بود. همان که نگاه چشم‌های خسته و سیاهش لحظه‌ای چپ شده بود توی نگاهم. نتوانستم خودم را از زیر بار آن نگاه سنگین بیرون بکشم. چشم‌های سیاهش با من حرف می‌زد. در ذهنم دوستان و اقوامم را کاویده بودم و رد آشنایی را نیافته بودم. هیچ ردی از صاحب آن ریش‌های دوفاق انبوه نیافته بودم. از آن موهای بلندی که چون دم اسب پشت سرش گره خورده بود. تا مرد رو برنگردانده بود نتوانسته بودم نگاهم را از چشمانش بگیرم. نگاهش آرامش و تلاطم را با هم داشت. او را از قهرمان‌های یکی از افسانه‌های 1001 شب پنداشته بودم و با او درباره اکرمه و خزیمه حرف زده بودم که انکار کرده بود. ذهنم به سالهای خیلی خیلی دور پریده بود، به صحنه مهد پایکوبی دسته سرباز هندی و انگلیسی در خرمن جایدهی پرد، به افسر انگلیسی سرخموی و دختر مغنی ده بیاتان، به خیمه شیریرنگی که هجدگاه آن دو شده بود و سربازانی که دور تا دور خیمه پاس می‌دادند. و از همین رو او را یکی از آن سربازان هندی حاضر در جنگ جهانی دوم پنداشته بودم. سربازانی که با قوای متفقین وارد ایران شده بودند و در اطراف دهی دور افتاده اردو زده بودند. نه، متاسفانه من هیچ وقت هندوستان نبودم. در برابر سوالهای دیگرم سکوت کرده بود، سکوتی که حرفهای زیادی را با خود داشت. سنگینی سکوتش با من همراه شده بود. حتی وقتی در مجتمع آپارتمانی را پشت سرم بستم، وقتی وارد آپارتمان پلاکسی شدم، وقتی رو در روی اختربان قرار گرفتم، وقتی صدای اختربان بلند بود، نسیمی که یک باره از یقه باز پیراهنم سر کرد توی تنم، نگاهم را از گذشته واکن و دوباره به فوران نورها دوخت. امروز چه خبره؟ این را زیر لب تکرار کردم. پاسخم را خاطره گنگ 2 روز پیش داد. خاطره پیرزنی که تلفن زده و خواسته بود برای چنین روزی به دیدارش بروم و در جشن آن روز شرکت کنم. پیرزنی که اندوه در صدایش موج میزد. میان یغما حتما باید بیایی. به جون خودت، جون یاسمن، اگه نیای سال دیگه زنده باشم دعوتت نمی‌کنم. پیرزن کی بود؟ مادرم بود. آخرین بار کی او را دیدم؟ سال پیش یا درست به یاد نمی‌آوردم. خب به یاد دارم که حتی جمله آخر او نتوانسته بود به رفتن ترغیبم کند. با وجود اینکه می‌دانستم نروم دفعه دیگری در کار نخواهد بود. نمی‌خواستم بروم. نمی‌توانستم بروم. التماس‌های پیرزن برای دیدن تنها پسرش و به شوخی گرفتن حرف‌هایش را خوب به یاد داشتم. خواسته‌اش را به شوخی می‌گرفتم چون جرأت نمی‌کردم دلش را بشکنم. نمی‌توانستم سریع بگویم روی آمدن به خانه‌اش را ندارم. حتی می‌ترسیدم به خانه‌اش تلفن بزنم. از اینکه پدرم گوشی را بردارد هراس داشتم. از اینکه همچون آخرین دفعه حرف‌های خیلی خیلی سرد و خیلی خیلی تلخ بشنوم. ثابت کردی مردم بی خود به من نمیگن عقرب زرده، چون عقرب زهری بیرحمی مثل تو رو تحویلشون دادم. میترسیدم خواهرم یا شوهرش رحمت آمده باشن آنجا و مجبور باشم با آنها همکلام شوم. بدتر از آن ممکن بود دایی عیسی آنجا باشد یا دخترش ریحانه. از هر کدامشان به دلیلی گریزان بودم. آخرین دیدارم با ریحانه را به یاد آوردم، زمانی را که تازه مشغول یاد گرفتن راه و رسم انباشتن ثروت بودم. به درخت خرمالوی توی حیاطشان اشاره کرده بودم و از او خواسته بودم خرمالوها را به گنجشک‌ها بفروشد. این فکر وقتی بود که هنوز وارد آپارتمان پلاکسی نشده بودم.
هنوز آن حرفها را نشنیده بودم. آن صحنه‌ها را با چشم‌های خودم ندیده بودم. صحنه‌هایی که مو را به تنم سیخ کرد. صحنه‌هایی که قیامت را آورد جلوی نظرم. 1 ساعت پیش، 2 ساعت پیش یا 1-2 روز پیش مادر پیرم تلفن کرده بود. به یاد نمی‌آوردم. با این حال بعد از خارج شدن از آپارتمان پلاکسی چاره‌ای جز رفتن به دیدارش نداشتم. نیروی مهیب من را به سوی خانه پدری می‌کشاند. از وقتی پایم را بر سنگ فرش پیاده‌روی شلوغ گذاشته بودم و چشمم ریسه‌های پیچیده توی درخت‌ها را دیده بود، دنیا رنگ دیگری به خود گرفته بود. رنگ صحنه‌های ویرانگری که پشت دیوارهای آپارتمان پلاکسی دیده بودم. حرف‌های تکان دهنده‌ای که آنجا شنیده بودم. وای وای، بشر چه تحملی می‌تواند داشته باشد. این بود که چشمم داشت دنبال گذشته‌های خوشم دودم می‌زد. این بود که دلم هوای دیدن روی مادرم را کرده بود. هوای دیدن روی ریحانه را، هوای دیدن روی یاسمن را، هوای شنیدن صدای مهربان دایی عیسی را. خدا می‌کردم از فرشته درونم بشنوم. فرشته‌ای که مدت‌ها بود صدایش را نشنیده بودم. حالا حتی یاد آن فرشته را نمی‌توانستم برای لحظه‌ای جایگزین آن صداهای تکان دهنده و آن تصویرهای ویرانگر کنم. گوشه خلوت و تاریک کوچه‌ای را پیدا کردم و به دیوارش تکیه دادم. پس سرم را چند بار کوبیدم به دیوار. درد پیچید توی ستون فقراتم. جرأت نداشتم محکم‌تر بکوبم. از مرگ می‌ترسیدم. بعد از بیرون آمدن از آپارتمان پلاکسی باجناقم از زندگی نیز هراس داشتم. یادآوری آنچه در آن 1 ساعت بر من گذشته بود از درون متلاشیم می‌کرد. از کوچه بیرون زدم و بار دیگر در نور و صدای جشن مردم گم شدم. خودم را با این جمله تسلی دادم: همین امشب میری پیش مادر، خودش کارا رو درست میکنه. با دایی صحبت میکنه، با ریحانه هم. نگران نباش، همه چی حل میشه. دوباره با خودم گفتم: از کی شروع شد؟ این بار ذهنم بیدرنگ به روزی در حدود 1 سال آن سوتر رفت. به روزی که مثلا برای دیدار شوهر خواهرم به کارخانه در کیلومتر 14 جاده کرج رفته بودم و در بازگشتنم تا سر خیابان اصلی ماشینی از کنارم رد شده بود و بادش خورده بود به پر کتم و انداخته بودم روی زمین گلالود. ماشین توقف کرد و دختری از آن بیرون پرید و خودش را سراسیم بالای سرم رساند. لب‌های پهنش باز و بسته شد. طوریتون نشده که؟ چشمم که باز شد یا چشم که باز کردم 2 چشم سیاه ریز را دیدم و بعد چهره گرد و موهای قرمز که از زیر شال آبی روشنی بیرون زده بود. دوباره افتادم و بار دیگر با سوزش دردآلود سوزنی که توی رگم فرو میرفت چشم باز کردم. با صاحب همان چشمان سیاه ریز پرسید: آقا تو رو خدا رو شکر چشاشو باز کرد. دکتر عکس رادیولوژی را از مقابل نور پایین آورد و گفت: خدا رو شکر، چیز مهمی نیست، یه ضرب دیدگی مختصره، اینجاش هم یه مو برداشته. بعد از دکتر نوبت مأمور کلانتری شد تا بیاید و از من بخواهد چگونگی وقوع تصادف را شرح بدم. وقتی پای رضایت‌نامه را امضا کردم و به زحمت از روی تخت بلند شدم تا به سوی خانه‌ام راه بیفتم، صدای صاحب همان چشمان سیاه درآمد. ولی من از ایشون شاکیم. مأمور کلانتری کلاهش را از سر برداشت و با چشمانی وقت‌زده پرسید: شما چطور؟ سرکار خانم کیانرسی؟ منظورم اینه که ایشون خیلی جنتلمن هستن و باید یه طوری جبران کنن. مأمور کلاهش را سر گذاشت و پرونده را زیر بغل زد و راه افتاد و گفت: این دیگه از خانمی شماست. ساعتی بعد با دست گچ گرفته در صندلی کنار اتومبیل خانم کیانرسی نشسته بودم و داشتم به حادثه فکر می‌کردم که آن روز برایم اتفاق افتاده بود. آنقدر توی فکر بودم که حتی وقتی خانم کیانرسی 2 بار سوالش را تکرار کرد چیزی نشنیدم تا آنکه صدایش را بلندتر کرد: هی آقا با شما، شنیدین چی گفتم؟ برگشتم و نیمرخ دختر را دیدم و چشمم رفت روی لب‌های پهنش که باز شدن. پرسیدم: تا کی نمیتونی کار کنی؟ پیش از آن که پاسخی بدهم خودش ادامه داد: شما بزرگواری کردین و رضایت دادین. وظیفه منه که خسارت شما رو بدم تا هر چند وقتی که از کارتون بیکار شدین. پوزخندی زدم و قریدم: والا خانم، ما تا حالا از این نونا نخوردیم. خانم کیانرسی با شنیدن پاسخ من فرمان را به سمت راست چرخاند و میان بوق ممتد اتومبیل‌هایی که با حرکت او دست پاچه شده بودند کنار اتوبان پارک کرد. نره یکی از رانندگان عبوری توی ماشین دوید: آی خانم،
به جای شاسی بلند باید قاطر برونی. خانم کیانرسی سرش را از روی فرمان برداشت، دستهایش را بالا برد و گذاشت روی سرش. شال آبی رنگش افتاده بود روی دوشش. چشمش را از موهای یک دست قرمزش گرفتم و انداختم روی مانتو مغز پسته‌ای براقش. خواستم حرفی بزنم که خودش رو کرد به من و گفت خوب شد. توی عمرم اینقدر تحقیر نشده بودم. گفتم شما یهویی پیچیدید. اونام یه حرفی. منظورم اون نیستش. رفتار شما منو شرمنده کرد. حالا بفرمایین تا کی نمیتونین سر کار برین تا خسارتتون رو بدم. دارین پوزخند تحویلم میدین؟ معذرت میخوام. داشتم به این فکر میکردم که بابا کار چی؟ تو این دور زمونه واسه یه لیسانسیه ادبیات فارسی کجا کار پیدا میشه؟ خانم کیانرسی با شنیدن این حرف لبخندی زد و پرسید جدی بیکارین؟ پس اونجا میونه اون همه کارخونه؟ دستم رفت طرف در. اونجا رفته بودم. اگه امروز ولش کن خانم. معذرت میخوام. با اجازه شما من پیاده بشم. پیاده نشین لطفاً. اگه امروز چی؟ اگه به شما نمیزدم؟ نه، اگه مدیر فروش کارخونه اومده بود گفتین که توی کارخونه کار نمیکنین. گفتین چی خوندین؟ ادبیات فارسی. با لیسانس ادبیات توی کارخونه کار واسهتون پیدا نمیشه؟ نه، البته شاید اگه شانس می آوردم امروز ممکن بود. با مدیر فروش کارخونه قرار داشتم که نیومد. نکنه منظورت مدیر فروش کارخونه پلیمره؟ بله، قرار بود اونجا مشغول بشم. شوهر خواهرم اونجا کار میکنه. چه کار است؟ نکنه مدیره؟ نه، بنده خدا یه نگهبان ساده است. به هر حال ممنونم. خدا حافظ شما. پیش از آن که دستگیره را بکشم ماشین را افتاد. پیاده نشین، میرسونمتون. میدانستم اجازه نمیدهد پیاده شوم. آنقدر توی جامعه گشته بودم تا بفهمم خانومی که شاسی بلند سوار می شود و جیبش پر است نمیتواند خودش را بدهکار کند. پدر این دست بسته بسوزد. این بیکاری که من را کشانده بود کیلومتر 14 جاده کرج. هرچند کمترین سودش تا آن لحظه این بود که توانسته بودم سواری با تویوتا پرادو را تجربه کنم. مثل این بود که روی مبل افتاده بودم. نرم، راحت، هیچ دستاندازی را حس نمی‌کردم. دوست داشتم همانطور براند بدون اینکه با سوالهایش من را از حس شگفت‌انگیز لم دادن توی تویوتا پرادو بیرون بکشد. فردای روزی که در تصادف دستم شکست، پشت میزی در کارخانه پلیمر نشسته بودم و ظهر نشده آماده می شدم تا با راننده کارخانه سری به دفتر فروش کارخانه در خیابان فردوسی بزنم. ظهر آن روز نهار در دفتر فروش کارخانه مهمان خانم کیانرسی بودم. تا وارد شدم با خوشرویی به طرف آمد و هدایتم کرد به اتاق خودش. شانس در خانه ام را زده بود. من با اتومبیل دختر رئیس کارخانه پلیمر تصادف کرده بودم. نهار را که آوردن به دست گچ گرفتم اشاره کرد و پرسید با یک دست میتونین غذا میل کنین؟ خندیدم و قاشق را با دست چپم برداشتم. خانم کیانرسی با مهربانی فویل آلومینیومی روی بشقاب را برداشت. در هر دو نوشابه سیاه و زرد را باز کرد و در حالی که تکه‌ای از جوجه کباب را با چنگال برمی داشت و به طرف دهانش می برد زیر لب گفت واسه من فرقی نمیکنه. شما چی؟ با دهان پر نمیتوانستم حرفی بزنم. با دست علامت دادم که برای من هم فرقی نمیکند. بعد از جویدن هر لقمه گوشه‌ای از شیوه کار در بخش فروش کارخانه را برایم توضیح میداد. غذا که تمام شد با دستمال کاغذی دور دهانش را پاک کرد و پرسید حالا حاضری؟ با تعجب نگاهش کردم که خودش گفت واسه اینکه بریم توی شهر چرخی بزنیم و با فروشگاهایی که محصولات کارخانه ما رو میخرن آشنا بشیم. خجالت کشیدم بگویم که من هر روز این موقع‌ها نمازم را میخوانم. با خودم گفتم کارم تا 4 بعد از ظهر بیشتر طول نمیکشد. تعطیل که شدم نماز رو توی مسجدی به کمرم میزنم. اشتباه میکردم. پیش از آن که خورشید غروب کند دور از چشم خانم کیانرسی توپیدم توی مسجدی و با خلاصه ترین حالت نمازم را ادا کردم. بیرون که آمدم مدیرم منتظرم بود. چه خوب، آدمای متدین قاعدتاً باید سالمتر باشن. نفس راحتی کشیدم. البته اگه اهل ریا نباشن که مطمئنم تو یکی اینطور نیستی. درست نمیگم؟ دیدم چطوری جیب زدی مسجد. توی آن 4 ساعت نه تنها خیلی از مراکز فروش محصولات کارخانه را نشانم داده بود که از خودش و خانواده‌اش هم گفته بود. از خواهرش، شوهر خواهرش، برادری که خاطره دوری از او برایش مانده و روزگاری بدون خداحافظی از خانه بیرون زده و دیگر پیدایش نشده بود. 2 برادر دیگرش که ظاهراً در آلمان زندگی می‌کردند و از خیلی چیزهای دیگر و با مهربانی‌های او به این فکر کردم که من دارم
جای خالی آن برادرش را پر می‌کنم که اسمش مازیار بوده و فرزند مورد علاقه پدرشان و حالا پدرش هرگاه عکسش را می‌بیند اشک از گوشه چشم‌هایش سرازیر می‌شود. فصل 2 به نام ریحانه هستش که دیگه به من اجازه نمیده زمان که بیشتر از این برای شما بخونم. حتما برای خودتون تهیه کنید و این رمان زیبا رو تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.